باز کن معلوم الحال. این دفعه آتیش شنیدم چپ میری راست میری دم خونه مردم ها. دستور معلوم الحال. پیج هدایت عادی خط قرمز منه، بگو بهش این سفر به من برگردون. حاجی عصبانی میشی جذاب‌تر میشی. خجالت بکش، کم گناه نکردی. این گناه هکری رو به پرونده سیاهت اضافه نکن. گناه هکری کم گناهی نیست. ببین شاکی بیا زنگ بزن 110. ولی اگه نتونی ثابت کنی ادعای شرف میکنم پدرتو در میارم ها. این حرف آخرتونه؟ حرف آخرشونه؟ بله البته اگه شما از اینجا بریم میگم دوستان بیام. مساءکم الله بالخیر و العافیه جانم. جانم و درد، یا اون پیج منو برمیگردونی یا این ساختمون رو سرت خراب میکنم. آقا محمد حسین آقا تشریف بیارین یه لحظه. خواهرم شما میتونید زنگ بزنید به 110 بنده شکایت کنید. اگر نتونید ثابت کنید اون وقت بنده شکایت میکنم، پدر شما رو در میارم. قطع علی خدمت که جوان به خدا قسم که میستم و این ساختمان را از شر آفات و اشرار پاک کنم. خوبه